دوستان امیدوارم که خوب باشید. این ویدیو اومدم بریم با هم یه دست کاراف پلی بگیریم. خب بزنیم بریم. اینترنت هم خیلی ضعیفه. خب پلی ها رو مشاهده کنید. خب دوستان قبل اینکه بازی شروع بشه ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید. دوستان ما توی هر ویدیو یه تفنگ استفاده کنید. توی ویدیو همین تفنگ استفاده کنید. اسمشو نمیدونم، اسمشو یادم رفته. این ردباری. خب بریم. خب یک بر صفر جلو افتادیم. دو بر صفر وای بزنیمش. با چاقو کشتمش. با چاقو زدمش. بمیر. نه بر دو. 9 دقیقه هم باقی مونده. اینجا بزنمش. میبارم چاقو میکشم. با چاقو هم یه دقیقه زدمش. این دوستان خیلی خوبه، هم نشونش خوبه هم سرعت لوله هاش خوبه هم قدرتش خوبه، ولی تنها مشکلی که داره وقتی خشابش پایین میشه که خشاب پر میکنه خیلی طول میکشه و همینش یکم بده و بیشتر به درد کمپ کردن میخوره تا اینکه بری تو بازی. اینو اون جلویی رو زدم، این که طرف پشتم زد من. اونی که زدن رو فکر کنم همین دور برا باشه. خب بازی 20 بر 9 به نفع ماست و هر دقیقه و 40 ثانیه هم باقی مونده و بازی تا 50 هستش. تا 50 هر تیمی که 50 کیل بگیره تمام میشه. خب همینجور که میبینید من 13 کیل گرفتم. خب دوستان ما توی این چنل دو تا هدف داریم، همین که قدرت هر تفنگ مثلا توی این دوئل های چند نفره رو بسنجیم و همین که این اکانت جدید من که لولش 27 رو به 80 ارتقا بدیم توی این چنل. توی چند ماهی که ببینیم چند ماه میشه، هر روز یه ویدیو داریم. هر روز یه ویدیو اینجوری داریم و یه هفته ویدیوی این دوئل چند نفره داریم و یه هفته هم پشت سر هم ویدیوی بتل رویال داریم. خب دوستان اگه و دوئل نمیذاریم، دوئل تو این کانال بازی نمیکنیم، فقط یه مثلا چند ماه یه بار، هفته یه بار یه دوئل میریم و ویدیوشو براتون میذاریم. الان که من این ویدیو رو میگیرم تاریخ بکنم 9 فروردین. وای ببینیم میتونیم تا چه تاریخی تو چه تاریخی لول این اکانتمون رو به 80 ارتقا بدیم. دوستان ویدیو رو لایک کنید تا ببینیم
خب ببینیم من 16 تا کیل دارم و بهترین از تو تیم بهترینم فعلا تا این لحظه. ببینیم چی میشه. Keep it up. UAV online. Targets in sight. وای مردم. چجوری نتونست بزنتش. خب مشکل نیست، بازی 38-25 به نفع ماست. اگه میخواید تصویر خودم هم موقع پلی دادن توی ویدیو باشه توی کامنت ها لطفا بهم بگید. خب دوستان اینجا میبینید من 18 تا کیل دارم و نفر پایینی خودم که لولش 31 8 تا کیل داره. همجوری که میبینید اون طرف لولاشون رو نشون نمیده، لولاشون نشون نمیده و فقط یاره خودم میتونم لولاشون رو ببینم. خب لول هممون تو تیم خودم از 30 بین 30 20 تا 2 نفر رو با هم زدم. ببین بله 2 نفر رو با هم زدم چون من 20 زدم. و 50 بردیم دوستان، بازی رو بردیم. خب ببینیم برای نفر اول خودم اینا چند تا نفر دیگه که با هم زدم نشونم. اینجا هم 3 نفر هم زدم. خب دوستان مرسی اینکه این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. فعلا خدا نگهدار.